اون چیه که کارش تلمبه زدنه، توش پر رگه؟ خدای خداوند زنان رو چه زیبا آفریدی. بالای نافشان دو پستان، پایین نافشان گلستان. میدونی به چند تا دختر پریود که با هم از جا بلند میشن چی میگن؟ چی میگن؟ سلام درود خدمت رفقا جذاب خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و لبتون خندون باشه. به کانال خودتون یعنی میلادن خوش اومدید. امروز من با کلیپ خنده‌دار دیگه که لبان شما رو بخندونم. کلیپی که امروز آوردم اکسپلور کردی از اون سمای خالص. امیدوارم خوشتون بیاد و در واقع شادی کنار من سپری کنید. پس اگه آماده ای برید برای در کلیپ. Let's do this. خط روی خط زب داری بگو مرحبا میرم با سر هوا. فقط من اونجاشو نفهمیدم. این میگه مرحبا میرم با سر هوا، اینا یه جای دیگه شو میدادن هوا. وقتی کلیپ با این سم شروع شه ببین بعدش دیگه چی میشه. خیلی اوضاع خیته. سلام خانومی. چه سلامی چه علیکی؟ آخه تا الان کجا بودی تو؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ رفتن 20 کیلویی برات غذای مورد علاقت رو گرفتم. بابا یک ساعت صف وایسادم. خودت میدونی اونجا چقدر شلوغه، همه صف وای میستن. مرسی سید جانم. وای الهی من قربونت برم. فدات بشم من. خب برو بشین بخور. وای دمت گرم. چی شد؟ این یه رقصیدن داره. چی مثل ربات میمونی؟ من واقعا درک نمی کنم این مرده چرا شبیه ربات میمونه. دختره اینجوری میکنه شروع میکنه به رقصیدن. ببین اون تبلیغی که واسه اون مغازه کرده، اون مغازه رو ورشکسته نکنه باید صلوات بفرستی. شب دریایی خداییش گرم، خوراک آفتاب گرفتن. مثلا بخوابی 2 دقیقه‌ای فکر کنم رنگ بگیری. او کایتم کایتو نگاه. بابا داداش با اون بهبهی که گفتی حتما دلت خواسته. بعد تو داری دریا رو نشون میدی یا دسته اسبر رو نشون میدی؟ اون چیه که کارش تلمبه زدنه، توش پر رگه؟ تو عشقم نقش مهمی داره. جوابش قلب عزیزم. قلبه که همه چیزا رو داره. ولی با اون لب و لوچه گاز گرفتن و اون اشتباهی که شما اومدی منظور چیز دیگه ای بوده که خیلی تو دوست داشتی. دختره به مامانش میگه مامان چی میشد منم لای پام مثل پسرا بلبل داشتم. مامانش میگه نگران نباش دخترم، تو لای پات یه لونه داری که همه بلبلا واسه خاطر چم فرق من و تو میدونی چیه؟ تو فکر میکنی مغزت رنگ به رنگ میشه، اما من میرم تعلیم رانندگی میدم. عزیز دلم اگه مغز ما رگ به رگ میشه بخاطر دیوونه بازی های شماست. اون کار شماست که باعث این کار میشه. شعور نداری، به طور کلی شعور نداری. آخه من یه واقعیتی بهتون بگم. میدونی من چه همیشه حس خوبی دارم؟ واقعیت چیز مهمی که ندارم. فقط یه چیز مهمی دارم که خودم برای خودم مهمم. یعنی اگه کسی نباشه من دوستم داشته باشه، من خودم رو دوست دارم. این خیلی مهمه که خودت دوست داشته باشی. اوی خودت دوست داشته باشی. بیا با پشمان بازی کن، بیا. میدونی به چند تا دختر پریود که با هم از جا بلند میشن چی میگن؟ چی میگن؟ قیام خونی. چندش چطوری مخی یه پسر رو تو پارتی بزنیم؟ کوتاه نگاش کن. اینه جلو کوتاه بخند دیگه، نخند. اون ور نگاه کن. حالا ناخوناتو نگاه کن، بالا رو نگاه کن. حالا دستتو تکون بده. حالا دلبری کن بیشتر. لبخند کوتاه. اون ور نگاه کن، نگاش کن. حالا دستتو تکون بده. به علامت شماره دادن. حالا برو.
شما آموزش مخزنی دخترها تو پارتی ما نمیدید، بعد اصلا این دوستم احتیاج به هیچ چی نداره. اون بر روی که ایشون داشت اصلا قشنگ مخ رو میزد، احتیاج به این دلبری و اشوه نبود. خدایا خداوند زنان رو چه زیبا آفریدی. بالای نافشان دو پستان، پایین نافشان گلستان. اگر بلبل بیفتد در گلستان، نمیداند بهار است یا زمستان. نشسته فقط هر میزنی. نمی‌کردم همچین آدمی باشی. من از کجا میدونستم تو دوقلو داری؟ تو داداش دوقلوی منو بردی کرد. داداشی گلم، عزیز دلم، خب اون دوقلو داره، تو نمیدونستی. بعد فرق به دختر و پسر رو نمیدونی؟ رفتی داداش دختره رو ترتیبشو دادی؟ بچه من اومدم دریاچه دلفینا رو توی استانبول بهتون معرفی کنم. مشکل داری؟ آره مشکل دارم. چرا؟ من واقعا درک نمی‌کنم مردم دیگه حساب ندارم. به خنده اون چیکار داشتی؟ تو بیا تو دریاچه دلفینا رو نشون میدادی. دوستان عزیز، میخواستم یه خبر عالی بهتون بدم. بالاخره آقا احمد از من خواستگاری کرد. بازم خدا رو شکر میکنه آقا احمد اومد شما رو گرفت، وگرنه مردای بالای 40 سال یا ایدز میگرفتن یا هپاتیت. بعد اصلا من به هیچ کدوم از اینا کاری ندارم. ساعت 6 صبح کدوم محضر بازی که شما رو میخواد عقد کنه؟ اینا چیه داری میزنی به خودت؟ عزیز دلم، من فقط یه سوال دارم. حامله هم میشی؟ اصلا اونم ولش کن، پریود میشی؟ آخه لعنتی، اینقدر که تو به خودت میرسی این دخترای بنده خدا به خودشون نمیرسن. چیکار داری میکنی؟ من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. میشه تو خونه و بدون آزمون کیفیت اسم رو بفهمی. مقدار سلامتی خودت، نوش جونت. نمیخواد پیکو بزنی به سلامتی ما. خودت بخور نوش جونت. بعد یه چیز دیگه، اون از کجا آوردی که داره آزمایش میکنه؟ اینو فقط به من بگو. این چرا شورت پاش نیست؟ به خدا میخوام من گلدریزون کنم، هرچی پول دارم بدم یه سال واسه این بنده خدا شورت بخرم که شورت پاش کنه. اصلا کاری به اون لباس زنونه پوشیدنش هم ندارم. بابا شورت پات کن موقع رقصیدن. تو زندگیت باید واسه باشی. هر وقت خواست بلند شه، هر وقت خواست بخوابه. اگه عین من باشی میزنن زیرت هوا بری، نفهمی تا کجا میری. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. پای دوست پسرتو با یه وجب مو میکنی تو حلقه، اون وقت کیوی رو با پوست نمیتونی بخوری. بیام اینو بکنم تو. چیو؟ بیام. آره بیام. نه بذار بیا. آروم باش ایوون. بچه شما دیگه شورشو درآورده، همش میره تو دستشویی گریه میکنه. اصلا امکان نداره بچه چرا؟ گریه نمیکنه. که گریه نمیکنه ها؟ بیا تو. این که اصلا بچه من نیست آقا. بله ایشون گریه است. دختر اومده استوری گذاشته بعد من نرین تعامل و لیست بزنیم. عزیزم تو با یه شهری بودی، اسمت که میاد یه شهر باید خاطره داره، فقط موی ما نبود که بینم مردم برو در وایسی نکن. جیندرلای جذاب. عزیز دلم، شما نتونستی دوست پسر خوب پیدا کنی، به اون بنده خدا چی کار داری؟ برو بگرد پیدا میشه. اینجوری نگو، میاد بابای تو هم میبره ها. من برای پسرای تاکسیک دختر خوبیم، برای پسرای خوب دختر تاکسیکیم. تو بهتره قبل از هر چیزی حواست باشه موقع فیلم برداری فیلترت نپره. بعد خواهش بعدیم اینه که لطفا شما وارد رابطه نشو با این ذهنیتی که داری. دختر شماست؟ بله چطور مگه؟ ماشاءالله از املاکی ها بیشتر خونه. هه دست خط. تو به دختر مردم چیکار داری؟ حسن نمک. میگم عجب زمونه شده. شیر واقعی مفت، شیر مصنوعی 2 تومن. واقعا درک نمی‌کنم، ما قدر داشتامونه نمیدونیم. ای خدا. زیرا خود چیکار کنم؟
بریم با هم یه هرکات 2 میلیونی ببینیم. اینجا با توجه به فرم سر و صورتش یه مدل موی خیلی خفن بهش پیشنهاد دادم، اونم به من اعتماد کرد. منم شروع کردم به تقسیم بندی موهاش، از پشت سر شروع کردم به کوتاه کردن. در محور طولی شکل مثلث رو ساختم، در محور عرضی شکل دایره. اونم میخواد شبیه تینیجرها بشه. منم همه دانشم و خلاقیتم رو توی این هرکات براش به نمایش گذاشتم. اینجا خیلی جا خوردش، ولی مطمئنم اگه انتهای کارو ببینه حتما ذوق زده میشه. حالا برام کامنت کنید که مدل موهای خفن کوتاه بهش میاد یا مدل موهای بلند. داداشی گلم تو تمام دانشتو گذاشت رید و سر مردم. بابا موهاش بلند بود چرا انقدر کوتاهش کردی؟ خب معلومه ناراضیه. خیلیاتون میان تو دایرکت بهم میگین لیلا بیا حاملت کنم، منو حامله کردی. خب تو فقط یه آبی میریزی داخل. من 9 ماه باید اینو به بچه تبدیل کنم، بعد 9 ماهی بچه میشه. حالا تو این 9 ماه انقدر اعصابم خراب، انقدر میرینم به اعصابتون، به اعصاب خودم. کی میاد براتون کلیپ درست میکنه ها؟ به اینجاش فکر کردی؟ خدایا بس دیگه. اون چیه که توپلو قلمبه است، روش مو داره، خیلی هم خوشمزه است، توش هم خیسه. آفرین. اون من اولش فکر میکردم یه چیز دیگه. دلت نخواد. دوستان گلم اینم کلیپ امروز ما بود. خوشتون اومده باشه و تونسته باشم دقایقی لبان شما از آن رو بخندونم. ممنون که من حمایت میکنید، ممنون که من انرژی میدید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشت نشه. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم، خودت میدونی که چقدر عاشقتم. پس تا کلیپ بعدی شب و روزگارت خوش.